ای تو بی تکرارتر از حادثه، بیش از این ها انتظار دیگه بسه. به من از فرسنگ ها دوری تو، گرمی قرب نفس ها میرسه. انتظار عزیز من دیگه بسه. انتظار فرزاد جان، ممنونم از زحمات شما. خیلی لطف کردی از اینکه برای من وبلاگ درست کردی و همیشه میبینم توی فیسبوک برای من پیام میدی، پیام بسیار بسیار دوستانه و صادقانه. ازت ممنونم. خیلی هم خوشحالم که تونستیم بعد مدت با هم تلفنی صحبت کنیم و از این طریق هم میخوام تشکر کنم از تمام بچه‌های ایران، همه دوستان گلم که واقعا برای من زحمت کشیدن و وبلاگ‌های خیلی قشنگ درست کردن. این برای من واقعا قابل احترام و ارزش است و واقعا از تک تکتون تشکر میکنم که همچین لطفی رو برای من کردید. ان شاءالله که منم سعی میکنم از طریق فیسبوک، از طریق همین ایمیلا با شما در تماس باشم و خبرهای دست اول بهتون برسونم. همه شما رو میبوسم و همه هموطنان سلام میرسونم. ان شاءالله که یه روزی بشه بیان در مملکت خودمون ایران اونجا برنامه اجرا بکنیم. در صورت فرزاد جان متشکرم از اینکه من زنگ زدی و منم خوشحالم که تونستم باهات صحبت کنم. امید جان، منم خیلی خوشحال شدم تونستم با شما صحبت کنم. واقعا این آرزوی من بود. چند سال الان من دنبال این هدفم بودم، امروز بهش رسیدم. من اول تشکر میکنم از خدا، بعدم از آقای دوست مشترک که ما آقای مهدی اسلامی، چون ایشون خیلی من بهشون زحمت دادم این مدت. بله. خیلی من از خوب کردی که ایشون رو گفتی. مهدی عزیز واقعا و خانمشون از بچهای آکای توریسم هستن، خیلی نازنین و واقعا لطف کردن در حق من. تو این کنسرتی که ما با بچه‌ها کامران و هومن داشتیم هیچ وقت فرصتی نشد من بتونم ازشون تشکر کنم. حالا از این طریق هم از مهدی عزیز، از خانومش، از بچه‌هایی که تو ترکیه واقعا تو آنتالیا به برنامه ما خیلی لطف کردن، ازشون تشکر میکنم از این طریق. خوشحالم هم که مهدی باعث شد من بتونم با شما صحبت. مرسی، ممنون. مرسی امید جان، دست شما در نکنم. خوشحال شدم. من همچنین خیلی خوشحال شدم. خوشحال شدم از اینکه تونستم صداتون رو بشنوم. دو تا از این وبلاگ نویسا می‌خواستم معرفیتون رو حضورتون کنم اگه وقت داشته باشید. بفرمایید. آقای حسین هستن با وبلاگ امید سربلند، آقای حافظ هستن با وبلاگ ایران یک امید 2009.blogspot.com، آقای بهنام و رضا شکویی umiddvoice.blogspot.com، آقای محمد پروانه ایشون رو خیلی می‌خواستن شما رو پیدا کنن بهتون تبریک بگن تولدتون ولی نتونستن. من طرف آقای پروانه به شما تبریک میگم تولدتون. خیلی ممنون. تشکر میکنم از اینکه فکر من بودید. مرسی. منم اینجا چون برای تعطیلات اومده بودم دیگه زیاد به فیسبوک هم نگاه نکردم. میدونم تو فیسبوک حتما تبریک نوشته شده و بچه‌ها لطف کردن. خواهش میکنم. بله نوشتن خیلی زیادم برای شما نوشتن. بله حالا مرسی.